آقا یه نکته عجیب در مورد بازی ایران با نیوزیلند. آقا میگن روز قبل بازی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی 3 ساعت جلسه گذاشته و تیم حریف رو آنالیز کردن. خب بعد میگن تو اون 3 ساعت آنالیز تنها بازیکنی که وجود نداشته رامین رضاییان بوده. حالا رامین رضاییان تو بازی ایران نیوزیلند گل زد، پاس گل هم داد. این خیلی عجیبه واقعا. یه چیز دیگه هم هست، میگن از طارمی بعد بازی پرسیدن تکنیک سرمربیتون چی بوده و مهدی طارمی گفته که آقا مربی به ما گفت الکی حمله نکنید، توپ رو کنترل کنید و بازی رو برای خودمون نگه دارید. گفتن پس چرا رامین رضاییان به این حرف امیر قلعه‌نویی گوش نداد؟ طارمی هم بدون اینکه خندش بگیره گفته که اون موقع رامین رضاییان رفته بوده دستشویی، رفته بوده سرویس بهداشتی. و این خیلی عجیبه، خنده‌دار، عجیبه، غمگینه، نمیدونم. اما یه چیز زشت وجود داره. تو این ویدیو رو داری میبینی اما هنوز ساب نکردی، دنبال نکردی، لایک هم نکردی. این کارا بکن. چالش با کارت های کیمدی و کلیپ فوتبالی و کلی چالش دیگه، امتحان گیم های مختلف و به هر حال اینم یه نکته بود که گفتم بهتون بگم. تا ویدیو بعدی، خدا یارو نگهدار.